کمرت مثل یه پل محکمه که مغزتو به بدنت وصل میکنه. اگه با بلند کردن جسم سنگین به شکل نادرست بهش آسیب بزنی، نه فقط درد میکشی، حتی ممکنه راه رفتنت هم سخت بشه. حالا چطور میتونی از کمرت محافظت کنی؟ چند تا راهکاره. یکیش بلند کردن درسته. زانوهاتو خم کن، کمرتو صاف کن و از پاهات برای بلند کردن استفاده کن. عضلاتتو قوی کن. عضلات شکم و کمر مثل سربازای قوی از کمرت محافظت میکنن. قبل ورزش گرم کن. بدنتو مثل یه ماشین قبل از حرکت گرم کن تا آسیب نبینه. کمک بگیر. اگه چیز سنگینه از دیگران کمک بگیر یا حداقل از وسایل کمکی استفاده کن. خلاصه کلام، کمرت یه هدیه ارزشمنده. با مراقبت ازش میتونی تا آخر عمر سالم و فعال باشی.